درود، عرض ادب و احترام خدمت رفقای جان. چطورید؟ امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. جواد کهریزی هستم، فعال حوزه معامله‌گری و آموزش در بازار فارکس. به قسمت پنجم از مجموعه ویدیوهای دوره تایمینگ مستری خوش اومدید. توی قسمت‌های قبلی در مورد مباحث اولیه و پایه صحبت کردیم که به نظرم دونستنشون برای افرادی که تازه دارن با بازار فارکس آشنا میشن لازم بود. از این ویدیو به بعد دیگه قرار مباحث مهمتری گفته بشه که عملاً داریم وارد مباحث تخصصی تر میشیم. پس امیدوارم ادامه این ویدیو براتون جذاب واقع بشه. یه نکته هم اضافه کنم که یه سری از دوستان مجموعه رو توی تلگرام دنبال میکنن. میخوام به اون عزیزان بگم که بجز اون ویدیوهای اصلی هفته 2 الی 3 تا ویدیو تکمیلی توی یوتیوب قرار میگیره. پس اگه میخواید مباحث رو کامل دنبال کنید باید مجموعه رو توی یوتیوب دنبال کنید. بریم سر اصل مطلب. وارد فصل بعدی یعنی آرایه ها میشیم. توی این فصل قراره که به آرایه ها بپردازیم. من میخوام کاربرد آرایه رو با یه مثال شروع کنم. بیایم فرض کنیم که یه چاقو از آسمون داره میفته روی زمین. ما برای اینکه این چاقو رو داشته باشیم نمیتونیم که روی هوا بگیریم وقتی که داره حرکت میکنه، درسته؟ پس چیکار میکنیم؟ صبر میکنیم بیفته زمین، ثابت بشه، بعد برش داریم. اوکی؟ زمین برای ما محدوده‌ایه که باعث ایجاد تغییر در مسیر چاقو میشه. پس توی بازار ما اگه انتظار تغییر روند رو داشته باشیم باید یه آرایه از تایم بالاتر داشته باشیم که احتمال بدیم که قیمت بعد از برخورد به اون سطح دیگه نتونه به حرکت خودش ادامه بده و تغییر مسیر بده. حالا سوالی که هست اینه که آرایه همیشه باعث تغییر جهت حرکت قیمت میشه؟ نه، بعضا باعث ادامه حرکت قیمت هم میشه. چجوری؟ با یه مثال دیگه توضیح میدم. یه دایره بزرگ رو متصور بشید و فکر کنید 5 نفر دور این دایره وایسادن. یه توپی هم دستشونه که باید این توپ رو به صورت دایره‌ای بچرخونن. خب طبیعتا یه نفر که نمیتونه توپ رو به صورت دایره‌ای پرتاب کنه. پس چیکار باید بکنن؟ باید توپ رو برای همدیگه پرتاب کنن تا اون دایره تشکیل بشه. پس نفر اول توپ رو پرت میکنه برای نفر دوم، نفر دوم پرت میکنه برای نفر سوم، نفر سوم برای نفر چهارم و همینجوری میچرخه. خب چه اتفاقی داره میفته؟ توپ داره به صورت دایره‌ای حرکت میکنه. توی این مثال آدم‌های این دایره برای ما حکم آرایه رو دارن که باعث حرکت توپ شدن، یعنی همون حرکت قیمت. پس آرایه بعضن باعث حرکت قیمت هم میشه. پس قیمت همیشه از آرایه ها حرکت میکنه. بهتره بگم قیمت دائم در حال حرکت بین آرایه هاست. دوما گفتم توپ رو پرتاب میکنن، یعنی باعث ایجاد شتاب میشن، یعنی همون مومنتوم. پس برای ایجاد مومنتوم باید آرایه وجود داشته باشه. یعنی اینجوری نیست که بگی مومنتوم همینجوری ایجاد میشه، نه، مومنتوم و حرکت قیمت همیشه یه دلیل داره. اوکی؟ پس نتیجه میگیریم آرایه هم میتونه جلوی حرکت قیمت رو بگیره، هم میتونه باعث حرکت قیمت بشه. خب این یه سری مثالهای ساده برای توضیح اولیه بود. بخوایم تخصصی تر تعریفش کنیم باید به چند تا سوال جواب بدیم. 1. آرایه چی هست؟ آرایه سطحیه که ازش انتظار واکنش داریم. اون سطح باید از تایم فریم بالا بیاد. 2. چه کاربردی داره؟ خب مشخصا هم برای تحلیل حرکت قیمت ازش استفاده میکنیم، یعنی حرکات قیمت رو پیش بینی میکنیم، و هم برای ورود به پوزیشن ازشون استفاده میکنیم، یعنی برای معامله کردن. این کلیت آرایه است. یه برگشتی بزنم به ویدیوهای قبلی. سایکل AMD رو یادتونه دیگه؟ گفتم منیپولیشن باید حرکت با مومنتوم رفت و برگشتی باشه. مومنتوم از چی میاد؟ از احسنت، آرایه. پس منیپولیشن باید به آرایه برخورد کنه تا بتونه حرکت پرقدرت از خودش نشون بده. آرایه ها 3 دسته هستن. دسته اول گپ ها، دسته دوم بلاک ها، دسته سوم نقدینگی ها، که توی این ویدیو ما قراره در مورد دسته اول یعنی گپ ها یا به اصطلاح FVG ها صحبت کنیم. توی ویدیوهای بعدی هم در مورد بلاک ها و نقدینگی ها صحبت میکنیم. چند تا سوال باید بپرسم. گپ چیه؟ گپ ها چطور به وجود میان؟ انواع گپ ها کدومان و چه کاربردی دارن؟ سوال اول، گپ چیه؟ فاصله خالی بین 2 تا کندلو میگن گپ. گپ ها چطور به وجود میان؟ با فشار خرید و فروش مارکت میکر ها به وجود میان. یه مثال بزنم.
من یادم چند سال پیش توی یکی از صرافی ارز دیجیتال رفتم یه ارزی رو پیدا کردم که حجم معاملات روزانش $500 بود. یعنی توی 24 ساعت روز کلاً $500 خرید و فروش انجام میشد. میخواستم یه پوزیشن خرید باز کنم با $1000 و نمیتونستم عملا توی یه قیمتی اوردر بکارم که مثلا قیمت بهش برخورد کنه و سفارشات خرید منو پر کنه، چون اصلا خرید و فروشی انجام نمیشد. پس عملا نه خریداری بود نه فروشنده‌ای که من ازش بخرم. یعنی چارتش کلا مستقیم حرکت میکرد، اصلا نوسان نداشت و من دوست داشتم که اون ارزو بخرم. حالا یه سری دلایل داشتم، پس مجبور شدم با قیمت مارکت بخرم. یعنی نقدینگی پوزیشن منو خود صرافی باید تامین میکرد. من معامله رو انجام دادم، بای گرفتم با قیمت مارکت. فکر کنم اون موقع در لحظه 8% قیمت اون ارز رفت بالا، یعنی پامپ شد. اما اتفاقی که افتاد چی بود؟ به خاطر اینکه با قیمت مارکت خرید زدم، اون صرافی برای تأمین نقدینگی پوزیشن من اونقدری از من کمیسیون گرفت که $1000 من با 8% سود شده بود $850. یعنی $150 ازم کمیسیون گرفته بود تقریبا. ولی یه کندل خیلی بزرگ سعودی هم روی چارت درست شده بود. بعد به یه سری نتایج رسیدم، بعد گفتم که اوکی حالا وقتشی که بفروشم. دوباره مجبور بودم همین مراحل رو طی کنم چون خریداری نبود. با قیمت مارکت پوزیشن رو گرفتم، دوباره یک کندل بزرگ نزولی هم ساختم و دوباره نزدیک $150 هم کمیسیون دادم. یعنی توی یه خرید و فروش تقریبا $300 کمیسیون دادم، اما 2 تا کندل بزرگ ساختم. چند تا چیز رو فهمیدم. این که واقعا خرید و فروشه که داره قیمت ها رو حرکت میده. یعنی خبری از نمیدونم این که مثلا بگی بازار خودش حرکت میکنه و آدما توی حرکتش دخیل نیستن و اینو خودشون از قبل برنامه ریزی شده و اینا نیستش. این خرید و فروشه که باعث حرکت قیمت میشه. این حرکت ها هم دارن در زمان حال به وجود میان. اوکی؟ حالا شاید سوال برات پیش بیاد که بانک ها مثلا مثل ما تریدر دارن. بله ما تریدر بانکی هم داریم. در مرحله دوم همونجوری که شما میتونی ربات بنویسی که خرید و فروش انجام بده، بانک هم میتونه این کار رو انجام بده. درسته؟ پس ایده این که یک سری حرکات الگوریتمیک هم وجود داره درسته. فرق رباتی که شما مینویسی با اونی که بانک مینویسه چیه؟ شما از پشت پرده قضیه خبر نداری، بانک خودش پشت پرده است. پس 100% مدل رباتاشون و هر چیزی که هست فرق داره با اون چیزی که ما داریم میبینیم یا مینویسیم. حالا بگذاریم در کل این حرکات دارن در زمان حال اتفاق میفتن. دوم فهمیدم که با $1000 میتونم توی یه ارزی که روزانه $500 حجم میخوره کندلای بزرگ بسازم. سوم فهمیدم که دلیل ساخته شدن کندل‌های بزرگ سفارشات بزرگ هستن و این کندل‌ها آثار وجود مارکت میکرها هستن. یه چیزی هم داخل پرانتز بگم، من فقط خواستم یه مثال بزنم برای درک بهتر قضیه. الان یه سری شاید ایده ها بیاد توی ذهنتون که من برم کندل سازی کنم سود کنم. این اتفاق نمیفته و فقط ضرر میکنید. پس اصلا این کارا رو انجام ندید. اوکی؟ بریم سر بحث خودمون. پس فهمیدیم که گپ ها چجوری به وجود میان. موضوع دوم، گپ ها چه کاربردی دارن؟ خب همیشه قیمت به سمت 2 تا چیز حرکت میکنه. یکی از اونا گپه، چون به خاطر حجم سفارشات بالا یه سری سفارشات غیر فعال میمونن و قیمت باید برگرده که اونا رو فعال کنه. اوکی، پس قیمت همیشه به سمت گپ ها برمیگرده. سوم، انواع گپ کدوما هستن؟ ما با 4 تا گپ مهم کار داریم. خیلی هستن ولی ما با 4 تاش کار داریم: FVG، BPR، IFVG، NDOG. FVG از 3 تا کندل تشکیل میشه. 3 کندل رو در نظر بگیر. اگه بین کندل اول و سوم فاصله وجود داشته باشه بهش میگن FVG. اگه در روند صعودی باشه بهش میگن BC. اگه در روند نزولی باشه بهش میگن CB. اگه همین FVG با یه FVG دیگه فیل بشه میشه BPR یعنی بالانس پرایس رنج. اگه بدون FVG فیل بشه میشه IFVG یعنی اینورژن فیر ولیو گپ. اوکی؟ یه گپ شروع روز هم داریم که قبلا معرفیش کرده بودیم که بهش میگن NDOG یا NDOG. NDOG یعنی New Daily Opening Gap یعنی گپ شروع روز. دلیل تشکیل NDOG هم حضور مارکت میکرها توی اون زمانه.
لری ویلیامز توی کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت میگه یک سری مارکت میکرها با باز شدن بازار معاملات خودشون رو فعال میکنن که باعث ایجاد گپ های شروع روز میشن. اوکی، بریم روی چند تا مثال با هم ببینیم و تمرین کنیم. بریم؟ نه، کجا بریم؟ اینایی که گفتم و اکثرا بلدن. شما اومدید اینجا که 4 تا چیز جدید یاد بگیرید. اوکی، چیزایی که تا الان نشنیدید. پس یه مقداری قراره براتون موشکافی کنم. اول یه فرمولی بهتون میگم که برای شناسایی بهتر FVG هاست. 2 برابر، اینو یادداشت کنید، 2 برابر اندازه FVG اگر بزرگتر از بادی کندل دوم بود نشون دهنده قدرت حرکت می باشد. پس احتمالاً توی کندل بعدی به FVG بر نمی گردیم. اگه کوچیکتر بود که بر می گردیم. دوم، کندل سوم FVG اگر این ساید بار باشه قیمت روز بعد فقط تا اون FVG میتونه صعودی باشه، دیگه بعدش باید نزولی بشه. سوم، FVG ها یه شکل نیستن. این 3 تا کندل وقتی کنار هم دیگه درست میشن، قرار میگیرن و FVG رو درست میکنن، همیشه یه پترن مشخص ندارن، خیلی با هم دیگه فرق دارن. یعنی نحوه چینش کندل سوم در چند تا حالت مختلف عنوان میشه. مثلا سومین کندل اگه بعد از برخورد بگه آرایه تغییر رنگ بده، بهتره بگم تغییر جهت بده، نشون دهنده برگشت قیمت به سمت FVGه. یا کندل دوم اگه خیلی پرقدرت باشه نشون دهنده اینه که دیگه به اون FVG بر نمیگردیم. چهارم، اگه نقدینگی ها با FVG شکسته بشن نشون دهنده مومنتوم حرکت هستن. پنجم، 50% FVG ها از اهمیت بالایی برخورداره. این توضیحات رو قراره که بریم روی چارت با همدیگه بررسی کنیم و تو ویدیوهای تکمیلی بعدی بیشتر بهشون بپردازیم. احتمالا شما تا دیروز همه FVG ها رو یه شکل میدیدی و برای همشون یه سناریو داشتی. اگه اینجوری که من الان بهت گفتم میدیدی که دمت گرم. اما اگه این مطالبی که الان گفتم براتون جدید بود، همین الان ویدیو رو لایک کن، یه کامنت هم بذار. لایک مهمه، لایک کن، یه کامنت بذار و برای یه نفرم بفرست که اونم از این مطالب استفاده بکنه. پس با هم دیگه بریم روی چند تا مثال رو با هم دیگه ببینیم و ویدیو رو تموم کنیم. چون نمیخوام ویدیوهای اصلی خیلی طولانی بشه، مجبور میشم که مثالهای کمتری بزنم و مباحث تکمیلی رو توی ویدیوهای بعدی ارائه کنم خدمتتون. پس بریم روی چارت ببینیم که چه اتفاقی میفته. خب ما اومدیم روی چارت که در مورد مباحثی که صحبت کردیم چند تا مثال بزنیم. در مورد چیا صحبت کردیم؟ من این بالا بنویسم. در مورد CD، BC، IFVG، BPR و NDOG. اینا گپ های ما هستن. ما چند مدل دیگه گپ داریم، چون روی نمودار فارکس خیلی کم شکل میگیرن ما هم دیگه نه معرفیشون میکنیم نه قراره که ازشون استفاده کنیم. اوکی. CB یعنی چی؟ CB یعنی Sell Side Imbalance Buy Side Inefficiency. خب BC هم یعنی Buy Side Imbalance Sell Side Inefficiency. ما اینو بخوایم به فارسی ترجمه کنیم چیز خاصی گیرمون نمیاد، پس ترجمهش نمیکنیم. من فقط تکستش این پایین مینویسم که با تکستش آشنا بشید. همین. عرض کنم به خدمتتون که بریم روی چند تا مثال با هم دیگه بررسی کنیم. یادم رفت، من اول ویدیو، یعنی توی قسمت اول ویدیو در مورد 50% FVG ها صحبت کردم و گفتم از اهمیت بالایی برخوردارن. همه این گپ ها 50%شون مهمه. چرا؟ چون زمانی که قیمت، یعنی ما چه زمانی میگیم که مثلا این FVG اهمیت داره؟ زمانی که یه همچین واکنشی بگیریم ازش، ببینیم که یه کندل بهش برخورد کرده. من در مورد این واکنش های کندلی صحبت میکنم کاملتر و با جزئیات بیشتر، ولی صرفا الان چون میخوام IFVG رو معرفی کنم باید اینو بگم. زمانی که میگیم یه FVG اهمیت داره که ازش واکنش بگیریم، یعنی بعد اینکه قیمت به این 50% یا خود FVG برخورد میکنه یه همچین واکنشی بده. وقتی که قیمت بالای 50% این FVG کلوز بده، دیگه این FVG از اهمیتی برخوردار
نیست. دیگه بیشتر از این من توضیحش نمیدم، به خاطر اینکه میخوام اینورژن فیر ولیو گپ رو توضیح بدم اینو توضیح دادم. این مباحث برمیگرده به مباحث تحلیلی، جلوتر در موردش صحبت میکنم. بریم چند تا سی بی رو با هم دیگه پیدا کنیم. مثلا نمیدونم این حرکت نزولی اینجا، من اینجا یه دونه سی بی دارم. سی بی اکثرا با نارنجی نشون میدم. این اکستندش هم بردارم. اینجا یه دونه سی بی داریم، قیمت برگشته به 50%، واکنش شده، قیمت اومده پایین. دیگه چی؟ اینجا یه دونه افیجی دارم که سی بیه، قیمت بهش برخورد کرده اومده پایین. اینجا یه دونه افیجی دارم که سی بیه، قیمت بهش برخورد کرده و اومده پایین. اوکی، این میشه سی بی. از طرفی اینا میشن بی سی، یعنی افیجی های سودی میشن بی سی. این یه دونه بی سیه، این یه دونه بی سیه و این یه دونه بی سیه. دیگه سی بی و بی سی مشخص کردنش کاری نداره، ولی اگه بلد نیستید قطعا توی نمیدونم 100 تا مثال ازش بزنید، حتما یادش بگیرید. بریم روی بحث بعدی، یعنی IFVG. IFVG یعنی اینورژن فیر ولیو گپ، یعنی گپ برعکس شده و معکوس شده. خب چه زمانی میگیم اینورژن فیر ولیو گپ داریم؟ زمانی که FVG های ما فیل بشن و قیمت بالای 50% این FVG ها کلوز بده. ما وقتی که بالای 50% این FVG توی این کندل کلوز میدیم، این FVG نزولی من که قبلا CB بوده به یه FVG صعودی تبدیل میشه، یعنی به یک آرایه صعودی تبدیل میشه که بهش میگیم اینورژن فیر ولیو گپ. اوکی، و ازش واکنش میگیریم، به سمت بالا حرکت میکنیم. اوکی، پس اینورژن ها مهم هستن. این توی بحث ورود خیلی قراره کمکمون کنه، خوب یادش بگیرید. یه دونه اینورژن اینجا داریم، مثلا بیایم اینجا مثال خوبیه. اینجا یه دونه FVG نزولی داشتیم که توی یک کندل بالای 50% و بالای خود FVG اصلا ما کلوز دادیم. بالای 50% کلوز بدیم کافیه. اینجا بالای خود FVG اصلا کلوز دادیم، قیمت برمیگرده به این FVG و میره بالا. دقت کنید توی کندل بعدی برمیگرده، یعنی این شکلی نیستش که مثلا بگیم اوکی این آرایه مهمیه خب و قیمت الان که به این آرایه برخورد کرده از اهمیت بالایی برخورداره. نه اینجوری نیست. این FVG اصلا دیگه به درد نمیخوره، چون حداقل 50 تا ازش کندل دور شدیم. اوکی، هر آرایه کلا 2-3 تا کندل وقت داره که یه خودی نشون بده از خودش. این دیدگاه بیشتر شبیه دیدگاه اسمارت مانیتوره که مثلا میگن نمیدونم اینجا ما اگه چارت داشته باشیم مثلا این آرایه کار میکنه میریزه، ولی ما اینجوری نیستیم. آرایه باید نزدیک باشه. کلا هر اتفاقی که میفته توی همین 2-3 تا کندل، یعنی شما با تحلیل کردن 2-3 تا کندل آخر بازار میتونید کندل فردا رو پیش بینی کنید و حرکت های بعدی رو پیش بینی کنید. به همین سادگی، یعنی اصلا برای تحلیل کردن نیازی نیست که یه همچین دیدگاه هایی داشته باشید. همین که 2 تا 3 تا کندل آخر رو بررسی کنید کفایت میکنه. پس دیگه بیشتر توضیحش ندم، بریم پایین تر که اینجا هم باز من یه دونه FVG نزولی داشتم که بالای 50%ش کلوز میدم، پس میام به این FVG برخورد میکنم و میرم به سمت بالا. اوکی، پس اینا میشن اینورژن فیر ولیو گپ ها. خب BPR ها میشن کدوم؟ BPR ها میشن، گفتم ما یه FVG سودی داشته باشیم و با یه FVG نزولی نقض بشه، اون فصل مشترکش میشه BPR. من اینجا یه دونه FVG سعودی دارم، اینجا یه دونه FVG سعودی دارم BC. از طرف این FVG سعودی دقیقا حالا این FVG هم مثل همه. بذار یه مثال دیگه بزنم، یعنی اندازه هم بودن. اینجا یه دونه اینورژن فیر ولیو گپ داریم، شما دیدید دیگه مطمئنا. اینجا یه FVG نزولی داریم. خب قیمت بعد از اینکه 50%ش بالای 50%ش کلوز میده واکنش میگیره، میره به سمت بالا. پس این دیگه CB نیست و آرایه نزولی نیست، این آرایه سعودیه، میشه اینورژن فیر ولیو گپ که با خاکستری نشونش میده. اینجا ما یه دونه BPR داریم. ما زمانی که این FVG میبینی این FVG سعودیه، زمانی که با یه FVG اینو نقض میکنیم به فصل مشترک این دوتا کندل، دوتا FVG میگیم BPR. یعنی این سبزه و این نارنجیه، یعنی این محدوده میشه BPR ما. من با آبی نشونش میدم همیشه.
این محدوده هم همیشه محدوده مهمیه. IFVG و BPR توی ورود زدن خیلی بهمون کمک میکنه. حالا در موردشون بیشتر صحبت میکنم. این FVG صعودی، این FVG نزولی، این همین FVG نزولی دیگه برای ما یه دونه BPR میشه، قیمت بهش واکنش نشون میده. توی دو تا کندل بعدی مهمه دیگه، اینجا رو بررسی نمیکنیم که قیمت آیا به این برخورد کرده و واکنش داده یا نه و اینا، نه نیستش. پس اینجا یه دونه BPR داریم، اینورژن فیر ولیو گپ و FVG نزولی و صعودی و CB و BC و اینا رو شناختیم. تنها چیزی که در موردش صحبت نکردیم NDOG. NDOG اگه کلوز یک کندل دیلی با اوپن کندل بعدی تفاوت داشته باشه یه دونه NDOG برای ما شکل میده، یعنی نیو دیلی اوپنینگ گپ. دلیلش هم توضیح دادم. ما این کندل اینجا کلوز داده، اینجا رو می‌نویسم کلوز، کندل بعدی اینجا اوپنش بوده، این فاصله میشه NDOG، این میشه اوپن کندل بعدی. عملا خب هر جایی که کندل قبلی کلوز میده روز بعد از همونجا باز شه دیگه. وقتی که با اختلاف باز میشه این محدوده میشه یه دونه NDOG که میبینید واکنش قیمت به این ناحیه رو. اوکی، گفتم توی کندل بعدی و بعدیش همیشه آرایی ها مهم هستن، نه دیگه خیلی بخوای مثلا بری این ور بگی اوکی اینجا ما یه دونه NDOG داریم و ببینیم که قیمت چه واکنشی بهش نشون داده. این کلا اشتباه. این واکنش مهمترین واکنشه، یعنی بهترین واکنش به این آرایی همینه. عرض کنم به خدمتتون همین. این در مورد مثال ها. من یه فرمولم گفتم، این فرمول رو میخوایم اینجا با هم دیگه بررسی کنیم. گفتیم که اگه 2 برابره یه گپ، یعنی 2 برابر FVG بزرگتر از بادی کندل دومی باشه، نشون دهنده اینه که اون FVG قویه و احتمالاً قیمت بهش بر نگرده. مثلا اینجا ما یه FVG داریم که اینه، درسته؟ این FVG 911 پیپته. خب اینو ضرب در 2 میکنیم، تقریبا میشه 1800 پیپت. خب 1800 پیپت بزرگتره یا 1143؟ خب مشخصا 1800 بزرگتر از 1143 دیگه، پس قیمت احتمال زیاد به این FVG بر نگرده توی کندل های بعدی منظورمه. اوکی، این یه مثال بعدی رو خودتون بررسی کنید. فقط این فرمول زمانهایی که دوتا قانون دیگه هم گفتم اگه زمانی که نقدینگی های ما خب با FVG شکسته بشن نشون دهنده مومنتوم اون حرکته. شما نمیتونید از این قانون استفاده کنید، یعنی اینجا این نقدینگی با این کندل شکسته شد. خب و این کندل، این 3 تا کندل یعنی یه FVG هم برای ما ساختن دیگه. ما نمیایم این FVG رو اندازه گیری کنیم نسبتشون به این کندل بسنجیم، ما صرفا میتونیم یه ایده داشته باشیم که قیمت به سمت این لول حرکت میکنه. چرا؟ چون این نقدینگی با FVG شکسته شد. اون شکست هم میتونه توی کندل دوم هم میتونه توی کندل سوم باشه. دوباره این نقدینگی با FVG شکسته شد، پس احتمالاً قیمت به سمت پایین حرکت کنه. اینجا آره اینجا نشکسته، تونستیم از اون قانون استفاده کنیم. زمانی که میشکنه دیگه اون قانون رو نمیتونیم استفاده کنیم. خیلی تمرین کنید تا به این مباحث خیلی واقف بشید و بتونید خیلی راحت از اینا استفاده کنید. اینجا بعد اینکه شکستیم احتمالاً قیمت بخواد به سمت بالاتر حرکت کنه. با FVG شکستیم میریم بالا، با FVG شکستیم میریم بالا، با FVG شکستیم اینجا رو دیگه با FVG نشکستیم. اوکی، پس احتمالاً بیایم به سمت پایین تر. اینجا رو با FVG شکستیم پس میریم پایین تر. اوکی، خیلی مفهوم مهم و کارآمدیه. پس اینو بررسی کنید. یه چیز مهمی هم که گفتم نحوه شکل گرفتن کندل سوم توی FVG هاست که بعضا این ساید بار میشه، بعضا به یه آرایه میخوره. مثلا اینجا که ژانویه است هیچی، مثلا این FVG، این 3 تا کندل رو شما در نظر بگیر. خب اینجا یه BCه،
من اینو این شکلی میکنم. این 3 تا کندل رو در نظر بگیری، یه افیژی درست کردی که قیمت برگشته به 50%. خب ولی همینجا یعنی توی 2 تا کندل پایینیش یه افیژی داریم که قیمت بر نگشته به سمت پایین. چرا؟ به خاطر، یعنی تماما به خاطر این کندل سوم. این کندل سوم رو ببین، این کندل سوم هم ببین، درسته؟ این کندل نشون دهنده ضعف این افیژیه، یعنی این افیژی اصلا قدرتی نداره، پس قیمت به سمت این افیژی برمیگرده. ولی این افیژی خیلی افیژی قویه، کندل سومش خیلی کندل بزرگ و درشتیه. اوکی، پس احتمال میدم من به این افیژی بر نگردیم. اوکی، و نمیگم حالا اوکی به این افیژی برنگشتیم پس سفارشات اینجاست و مثلا من بیام اینجا از این افیژی استفاده کنم. نه، گفتم منظورم توی 2 تا کندل بعدیه. در مورد اینا من قطعا تو ویدیو دیگه بیشتر صحبت میکنم، مثالای بیشتری میزنم، تکمیل ترش میکنم. الان صرفا خواستم معرفی کنم، شما بشناسیدش، برید تمرین کنید، بک تست بگیرید، بعدا من مثالهای بیشتری میزنم. شما اگر نواقصی داشته باشید توی اون مثالها برطرف میشه. پس از این به بعد همه FPGA ها رو به یه شکل نبینید به هیچ وجه. اوکی، امیدوارم که این ویدیو هم براتون مفید واقع بشه. تا ویدیو دیگه فعلا خدا یار و نگهدارتون.